امیر تتلو از خوانندگی بالاخره خداحافظی کرد. امروز حواشی اخیری که درباره امیر تتلو ایجاد شده قرار با هم بررسی کنیم و بهشون بپردازیم. کانال ایشون سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید. به گفته خود امیر تتلو قراره که خوانندگی کلا بذاره کنار و هیچ آهنگی نخونه. کلا از فضای موزیک خداحافظی کرد و این حرفه رو کنار گذاشت. این بود که یکیش که پایین اومدن ویدیوهاش بود، هیتایی که بعد از کاری که کرد بهش وارد شد و قرار شده که تتو شاپ بزنه و اونجا به مردم خدمت کنه. گفت که من خودم یه تتو شاپ داخل استانبول میزنم. گفت که یه تتو شاپ میزنه و داخل استانبول که اونجا میتونه خودش با دست خودش واسه مردم تتو میزنه که میتونن حضوری هم مراجعه کنن. فعلا که اعلام نشده کجا هست، ولی خب قبل اینکه بخواد با موزیک خداحافظی کنه قراره کنسرت بذاره که حدود 500 نفر عضو داره. 500 نفر عضو با قیمت بلیتش حدود $2000 هست که گفته اگه پر بشه این کنسرت به عنوان آخرین کنسرت من داخل تاریخ رپ فارس هست. کنسرتشو هنوز اعلام نکرده ولی خب خودش گفته که من داخل کنسرتم یه آهنگ جدید قراره بخونم و کلا رپ فارس و موزیک و همه چیزو بذارم کنار و برم سر تتو و تتو شاپ هم اوکی کنم. البته بهتون بگم که کنسرتش حدود $2000 مدل 80 میلیون فکر کنم قیمت داشته باشه، ولی خب این قیمتی که داره میتونه پر کنه. اصلا کنسرت‌های قبلیش هم گذاشته 500 نفر با بلیت $1000 تونست پر کنه، ولی خب بعید میدونم که بخواد پایان فعالیتش رو داخل کنسرتش اعلام کنه، چون یه سری یه حاشیه‌ای درست کرد که قرار بود داخل کنسرت آخرش کلا بمیره. یعنی یه کسی که حالا قرار بود بکشدش هم پیج یوتیوبش کلا اومد بالا و تقریبا مانیتایز شده. اما سه تا موردی که اول ویدیو بهتون گفتم قرار با هم بررسی کنیم. یکیش پایین اومدن ویدیو امیر تتلو بود که خب معمولا الان تقریبا فقط فیلم از تتو زدنش میذاره و نه کاوری میزنه نه کپشنی میزنه و کلا با سئو سازی ویدیوهاش اصلا ارتباط نمیگیره و اصلا کار نداره. البته اینم بهتون بگم که کاور میزنن واسش میفرستن. یه بارم حتی منیجرش یه کاور واسش گذاشته سر ویدیوش که خودش گفت اصلا کاور واسه من نذارید، پاک میکنه هر چی کاور بزنه. ولی خب رسانه‌های تتلیتی چیز شدن که فقط دلیلش به خاطر همینه که نه کاور داره و نت ایران خرابه و اصلا از محبوبیت امیر تتلو هیچ کم نشده. دومیش این بود که هیتای زیاد. اگه داخل کامنتاش ببینیم یه سری رسانه‌های تتلیتی که به عنوان مثال تتل تیوی هست، خب مثلا یه فراخوانی میده که برن داخل پست آخرش یه متن رو کپی کنن بفرستن که خب هر نفر حدود 20 تا 30 تا اینجوری متن میفرسته و داخل کامنت ها پر میشه. میبینید که کلا هیتو با امیر تتلو فوش دادن. سومین دلیلش میتونه این باشه، اینه که اصلا امیر تتلو تو 3 ماه گذشته هیچ موزیکی نده و فقط داره موزیکای قبلیش آپلود میکنه. یعنی که الان این موزیکی مثلا تازیانه رو قبلا داده 2 میلیون ویو خورده رو پاک کرده به دوباره رو چنلش آپلود کرده. البته خب قرار نیست که آهنگای جدیدش چنلش آپلود بشه و با کمپانی آوا این قرارداد بسته. ریزش سابسکرایب امیر تتلو هم تقریبا متوقف شده و دیگه ریزش نداره، حتی اضافه شده. از 720k حدود 702k هم رسید، ولی خب الان روی 706k و رو به افزایش و داره رشد میکنه. اگر امیر تتلو بخواد مثل یوتیوبرهای دیگه بیاد فعالیت کنه 100% میتونه ویاشو برگردونه. مثلا دلنوشته امیر تتلو داخل یوتیوب حدود 1 میلیون ویو خورده و یکی از پربازدیده ترین ویدیوهاش داخل یوتیوب خودش بوده. نه آهنگی داره نه چیزی، فقط هم گفته که آقا من دیگه با دنیای موزیک هیچ کاری ندارم و یه کنسرت میذارم 500 نفر عضو $2000 قیمت هر بلیت باشه و آخرین کنسرت من تو تاریخچه خودم. یعنی دیگه بیوگرافی من نگاه کنید، سال پایان کار امیر تتلو سال 1401 و آخرین کنسرتش هم $2000 قیمت داشت که مطمئنم پر میشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. یادتون نره که نظرتون رو واسم داخل کامنت ها حتما بنویسید و بگید که امیر تتلو این کارو داره میکنه واسه حاشیه و دوباره قراره ادامه بده کارشو یا نه. 2 تا ویدیو این آخر واسهتون میذارم، حتما نگاه کنید. دوستتون دارم، با امید دیدار.